عقیدان و سیفالدین از زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام صحبت کردن. خدای مهربان در هر یک نشست ما و شما چنین پند و نصیحت ها را، امر معروف و نهی از منکرات را خداوند زنده نگه بداره و الله مهربان برای ما و شما توفیق عمل نصیب و روزی گرداند. چون که هر چقدر ما بگیم یا بشنویم، اگر عمل نداشته باشیم، به گفته ها عمل نشود، شنیدن هیچ فایده ای ندارد. شنیدن های ما و شما زمانی فایده میکند که ما و شما در عمل قرار بتیم. خدا کند که آن چیزی که از حیات این پیغمبر بزرگوار حضرت ابراهیم علیه السلام ما شنیدیم، برای ما یک الگوی، یک اندرز در زندگی باشد. مقصد از گفتاری که عقید املا کردن این نیست که ما و شما بشنویم و چخ چخ کنیم و کله بجمانیم. الله در قرآن عظیم و شان هر قصه را که به ما و شما میاره در آخر میگه فاعتبروا یا اولی الالباب، اگر عقل دارین عبرت بگیرین. از این زندگی ها باید ما و شما عبرت بگیریم برادر عزیز. حضرت ابراهیم علیه السلام زندگی که داشتن پر از مصیبت. از اینجا درس همینه که برادر عزیز ما و شما زمان به مصیبت گرفتار شدیم، به سختی ها گرفتار شدیم، به درد و رنج ها گرفتار شدیم، برادر عزیز حیات پیغمبرها را پیش رو بیاریم. پیغمبرها علیهم السلام این رنج کشیدن، این دردها را برداشتن، این مشکلات خواب پس سر کردن، در حیات این سختی ها را چشیدن. پس ما و شما که پیرو پیغمبرها شدیم، ماها را هم البته این رنج ها را میکشیم، این سختی ها را البته ما و شما را میچشیم. وقتی رو پرو به این مصیبت ها شدیم برادر عزیز، باید یاد بیاریم آن گذشتگانی را که ما و شما در الحال از زبان بزرگوار شنیدیم. خدای مهربان ما و شما را در سختی ها و بلاها و مصیبت ها، صبری که حضرت ابراهیم علیه السلام داشتن یا دیگر انبیا داشتن، خدای مهربان قطره برای ما و شما نصیب و روزی گردان. و استواری را که پیغمبرای ما و شما حضرت ابراهیم و دیگر پیغمبرها همه استواری در راه شریعت نشان دادند، خدای مهربان ما و شما را چنین استواری را نصیب و روزی بگرداند. یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما هم دکه که انشاءالله و شما گوشرس میکنم، چون که امر شده است. اگر چند دوست میداشتم که اکی مولوی در حضور ما بودن گوشش میکردیم، نصیحت مون میکرد، اما بزرگوار معذور بودیم، بیمار بودیم، وگرنه به خدا قسم بسیار دوست میداشتم که حضرت صحبت میکرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح ما و شما را 4 چیزا در حیاتمان چیز مهم زندگی گفتن و گفتن اگر غیر از این 4 شماها هیچ چیز دیگر که نداشته باشین، براتون مقصد ضرر زیانی نیست. اگر این 4 شما داشته باشین، همین 4 چیز در شماها باشه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن فلا فاتک، هر چیزی که از تو از دنیا خواب ترک شد و از دست رفت زیغ نشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن اربعون اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، او کما قال نبی صلی الله علیه و سلم. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر همین 4 چیز الله تو را داد، همین 4 چیز الله برای تو داد، تو دیگر حس که الله همه چیز دنیا را تو را داده است. دیگر هر چیزی که خواب از اشیای دنیا در دستیت دست رسم نباشه، تو او چیز نداشته باشی، غم نخور، زیق نشو، چون که غیر این 4 چیز
اونهاش مقصد در حیات بودنش بسیار لازم نیست، بسیار لازم نیست. یکی از همین اکی حدیث من هر چهارشنبه بگم، ممکن که صبح شبه برادر عزیز من یک تا همین را انشالله گوش رسم میکنم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن یکی از همین 4 چیزی که در حیات تو لازم هست، در حیات تو لازم است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن حسن و خلقت، یا دیگر روایت حسن و خلق. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت در حیات مسلمان از همه چیزی ضرور این اخلاق شای، ادب شای. مسلمانی که اخلاقش نکونیست زنور مصطفی چیزی درون نیست. اگر دریای علم گشته باشد ورا در مجلس ما آبرو نیست. برادر عزیز، همین زینت اساسی ما مسلمان ها اخلاق ماند. ما اخلاق مان باید مقصد در همیشه در برمان باشد. اگر روز ماها اخلاق کنار گذاشتیم، ساعت ما اخلاق کنار گذاشتیم، یک لحظه اخلاق کنار گذاشتیم، همون لحظه حیاتون رو نگاه بکنین برادر عزیز بی‌آبروگی هست. از به اخلاقی برادر عزیز ما درا بی‌آبرو میشیم. به این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن ای همه چیزی ضرور در حیات شما اخلاق تونه. اگر اخلاق خوب داشته باشی، ولی روایت صحیح ده میآید سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اکثر ما يدخل الجنه، او کما قال نبی صلی الله علیه و سلم. حبیب خدا را صلی الله علیه و سلم یک نفر پرسان کرد که حضرت همین روز قیامت بسیار انسان ها جنت به کدام عمل می روند؟ در جنت هم حالی مقصد به امروزه بگیم کاتگوری انسان ها هست. در بهشت هست انسان هایی که مقصد به خیر احسان رفتگی هست، انسان هایی هست که به تقوا و خدا ترسی رفته است، انسان هایی هست که مقصد به روزگیری رفته است، انسان هایی هست که به اخلاق رفتگی است. هر کسی به هر عملی همه اینا را الله جمع میکنه، اما سبب اساسی جنت رفتن. پیغمبر پرسیدن صلی الله علیه و سلم که اکثریت اهل جنت به کدام عمل جنت رفتن؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن به دو چیز: تقوا الله و حسن خلقه. یکم ترس خدا، دوم اخلاق نیک. دوم اخلاق نیک. حال علمای ما میگن که عالم بد اخلاق بدتر ای عوام نیک اخلاق ده. در شریعت ما برادر عزیز از همه چیز مهم خوبی ضرور اخلاق هست. بعد اوناش مسلمان اخلاق نداره، زینت نداره، زیبایی نداره. همین یک مسلمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببینید درباره اخلاق چه زیبا بیان میکنه. نه یک مسلمان پوشاک زیبا داره، یک مسلمان دیگه پوشاک ناپاک خشت. هر دوشم مسلمان کدومی همینا در نظر ما خوب می نماید. همین نفری که اخلاق داره و همون مسلمانی که اخلاق نداره انا میخه فرق میکنه برادر عزیز. حال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اخلاقش پرسان کردن. عایشه مادرمون رضی الله عنها را صحابه پرسان کرد که ای حبیب خدا که ای عایشه مادر از اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما را بگو. از اخلاق پیغمبر. عایشه مادرمون گفت تو قرآن نخوانده؟ گفت خواندم. گفت که اخلاق پیغمبر اونم قرآنه. کان خلقه القرآن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم عایشه مادرمون تعریف کرد. گفت بخواهی اخلاق پیغمبر بدانی قرآن بخوان، الله مهربان بیان میکنه، خدای مهربان بیان میکنه. ما الله میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را در بزرگترین اخلاقی تری. ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش میگه ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. پروردگارم مرا ادب دادگی و بسیار بسیار ادب خوب برای من الله دادگی است. و به خاطر برادر عزیز سعدی را خدا رحمت کنه میگفتن آدمی شریف است و به جان آدمیت.
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. به حقیقت آدمی باش، و اگر نه مرغ باشد که همین سخن بگوید با زبان آدمیت. ما به این سخن نباید فخر کنیم. این گفتار همه را میکنه برادر عزیز. همین گپ زدن هم حضرت شیخ سعدی میگه اگر به زبانت بنازی، به گپ زدنت بنازی، همون پاپوگای ایت خوشو گپ میزنه. اگر آدمی به چشم از دهان و گوش و بینی، چه میانی نقش دیوار میانی آدمیت. حضرت میگه به صورتت اگر بنازی، به همین چشم داشتن و گوش داشتن و بینی داشتن و همین صورت رتقت بنازی، بیا یک صورت دمی دیوال میکشیم، اون امور هم نامشه میمونیم آدم ترم آدم، فرق بینی و بینی توی چی نمود. به حقیقت آدمی باش. حضرت به داخل بیان میکنه به حقیقت آدمی باش، و اگر نه مرغ باشد که همین سخن بگوید با زبان آدمیت. حضرت میگه آدمی حقیقی باش، آدمی باش که خدا و رسول ترا تعریف کنه. ای خاطر برادر عزیز، اخلاق چیزی بسیار مهمه. الحال جامعه ما و شما هم در این باب بسیار کاهلی دارد، بسیار شکستگی در جامعه ما و شما. در داخل فرزندانمان، امروز فرزند مسلمان میبینی چی اخلاقی بده داره، دختری مسلمان میبینی چی رفتاری بده داره. بچه هامون یک بار بریم برادر عزیز سراغشان، دخترکامون یک بار مکتب بریم میدونشان چی حال داره. مشکل در سر معلم و معلمه ها نیست برادر عزیز. او بیچاره همی 3-4 ساعت درسش میده، درسی او را بگه، ای پسی او بگرده. آخر فرزند ما و شما هست، باید کم و کک از پسشان حرکت داشته باشید. یه ماشین میخریم، یه ماشینی خب $3000 و $5000 دما و شما قدر داره. اگر یک نفر تریزش بخراشه، یک نفر تنش سنگ بزنه، خانه همون پدر و مادرش میکوه. همون کودک فرزند کیه؟ با پدر و مادر او کشتل به کشتل میشیم. چرا ماشینی مرا سنگ زده یاده؟ فرزند تا نگاه نمیکنید ماشینی مرا یا خانه مرا یا مالی مرا ضرر رسانده است. امروز فرزندای ما و شما با کی هم نشینه؟ چرا سراغ نمیکنیم؟ بچه ما اوتره کی سیگارت کش کرد؟ بچه ما اوتره کی ناز کش کرد؟ بچه ما و شما رو کی بنگی کرد؟ دختر ما و شما رو کی فاحشه کرد؟ دختر ما و شما رو کی بد اخلاق کرد؟ از پسش نمیگردیم، نظارت نمیکنیم. به خاطر این قطعی ما و شما کفایه نکنیم که ما خیخ ما مسلمانیم سازیم فرزندامون بد میشه. و نه برادر عزیز، خدای مهربان در قرآن میگه یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مومنا نفس خود و اهل و خاندانتون از دوزخ دور کنید. ما به خودمان تنها نجات نمیابیم. به خاطر برادر عزیز از همه شما خواهش که ما یک برادرانه قبول میکنیم، فرزندانه قبول میکنیم، حق نصیحت شما رو که اولش نداریم، لیکن یک مسئولیتی مقصد دوستانه، یک مسئولیتی همی برادرانه برای همه اکتان که همین موضوع را بسیار ضرور بگیریم. هم در خاندان خودتان هم فرزندا را زیر نظارت بگیریم که فرزند فردا بد اخلاق شد برادر عزیز، اول ضررش در خود پدر و مادر میرسه، اول ضررش در خود ما میرسه برادر عزیز. ما دیدیم همین چیزا رو به خدا قسم، به همین حیات دو روزمون او عمری را ندیدیم، لیکن چندین آدمای به آب رو را دیدیم که ببین التماس میکنن داملا هم یک نصیحت کن، همین بچه مرا یک نصیحت کن. داملا بسیار بیادب شده ها، در وقتش مقصد ماشینی 570 گرفت داد، تلفنی $2000-3000 رو گرفت داد، پولی بسیار در پیش بچه گذاشت. بچه بنگی شد و دزد و غر و بد اخلاق شد، ضرر در پدر رساند.